سر پل ذهاب تازه از زحمت تلاش روزانه تن آسوده کرده بود. مردمان شهر برای فردا روزی پر از تلاش و کوشش خستگی از تن بیرون می‌کردند، غافل از آنکه فردا روز سختی خواهد بود و روزهای بعد از آن سخت‌تر. زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر بامداد امروز سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. این زلزله در عمق 12 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و هنوز از خسارت احتمالی آن گزارش منتشر نشده. یادمان نمیره ساعتی که اینجا طوفان اومد، قیامت بود. خدا کنه حتی دشمنان ما اینو نبینه. على خرم يومين روح خيناك يدي وام هاتو امري قشتي كان فرامتان يدي خدمتي وعلى الخغاي يدي خدمتها يدي خواجانا شكو في ما بك دصال ليلى ما ميجانم من وين آواربرداری ماها ادامه می‌یابد، ولی همت مردان و زنان کرد از همان روزهای آغازین ویرانی ها را کنار می‌زند تا سر برآورد و بالنده بالا رود، تا از میان خاطره مرگ زندگی بسازد.